به نام خدا. بحثمون بحث نمودار ون. دو تا مجموعه رو به ما دادن، گفتن مجموعه C و D رو در نمودار ون بنویسید. خب دو تا مجموعه دارن، مجموعه C 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، مجموعه D 3 و 7 و 1 و 8. خب دقت کنید ما اول میایم اینجا نگاه میکنیم. خب ببینیم داخل دو تا مجموعه وجه مشترک داریم یا نه. اگه دقت کنیم بچه‌ها ما اینجا هم دو مجموعه C 3 داریم، اینجا هم داخل مجموعه D هم بازم 3 داریم. اینجا تو مجموعه C 1 داریم، اینجا هم در مجموعه D هم بازم 1 داریم. پس خب اینجا ما نتیجه میگه بچه‌ها کلا چون که ما دو تا مجموعه داریم پس قاعدتاً باید دو تا نمودار ون طراحی کنیم و 1 و 3 در دو تا نمودار ونمون چیه؟ وجه مشترکمون میشه. پس باید نمودار ونمون بچه‌ها اینجوری طراحی کنیم. دو تا نمودار در داخل همدیگه طراحی کنیم. اسم میذاریم C، اسم میذاریم چی؟ D. خب حالا میایم وجه‌های مشترکی که بین دو تا مجموعه D و C هست این قسمت می‌نویسیم که وجه مشترک بین C و D. عدد 1 و 3 وجه مشترک بین دو تا مجموعه هستن. خب مابقی رو در داخل مجموعه ون خودشون قرار میدیم. مجموعه C رو نگاه کن، چی میمونه از اینجا؟ 2 و 4 و 5 و 6. 5 می‌نویسیم 2 و 4 و 5 و 6. مجموعه دی هم بچه‌ها 7 و 8 میمونه. پس 7 و 8 هم داخل مجموعه دی می‌نویسیم. لایک یادتون نره.